کنسرت جدید و جنجالی آریانا سعید در کشور استرالیا. اشتراک هنرمندان مشهور افغان در این کنسرت. استقبال گرم آریانا سعید توسط مردم هزاره‌ها در کشور استرالیا و رفتار عجیب زهرا الهام با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را تکرار کنید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوشقلب افغان، یکی از هنرمندانی که با حنجره طلایی‌اش طرفداران و منتقدان میلیونی خودش را در سرتاسر جهان دارد. آریانا سعید همه ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. جدیداً آریانا سعید دو کنسرت بزرگ را در دو شهر بزرگ استرالیا برگزار کرد. لباس‌های آریانا سعید در این کنسرت‌ها مورد نقد شدید قرار گرفت، ولی آریانا سعید همیشه بی‌توجهی خود را در مورد نقد دوستداران و طرفدارانش از خود نشان داده است. آریانا سعید در کنسرتش در شهر سیدنی استرالیا بیشتر از 10,000 نفر بیننده اشتراک کرد. هنرمندان مشهور افغان از جمله رجا رایش، میرویس نجرابی، شریف ساحل، زهرا الهام و جمال مبارز در کنسرت آریانا سعید اشتراک کرد. زهرا الهام پیشنهاد اجرای کنسرت مشترک برای سال آینده برای آریانا سعید داد، ولی آریانا سعید این پیشنهاد زهرا الهام را رد کرده است. آریانا سعید جدیداً قرار است در کشور زیلند جدید کنسرتش را برگزار کند. در این کنسرت‌ها اسیب سعید مانند همیشه آریانا سعید را همراهی می‌کرد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید. صحت و سلامتی برای شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر، امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.